تیم سنگاهن قرار میگیره. سری میان به زمین تیم سپاهان نوین و خیلی خوب و مسلط موفق میشن گل تساوی رو وارد دروازه تیم سپاهان نوین بکنه. حساب کار 6-6 مساوی میشه. سپاهان نوین برتری دو گله خودش رو حالا از دست میده. در تصویر آهسته میبینید خیلی خوب زد ضربه‌اش رو پدرام قاسمیان و حالا سمت مقابل دوباره اختلاف به یک گل کاهش. سنگاهن باف توپو در اختیار دارن. یه موقعیت سنجری پور یه چرخش ضربه زده میشه و دروازه باز. حکیمیان سنجری پور حالا ضربه زده میشه توپ درون دروازه قرار مساوی نگه میداره در عدد 16. موقعیت برای تیم سنگاهن خطا رو داور گرفته و سریع هم میخواد که پزشک تیم سنگاهن بیاد و به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی بکنه. ببینیم نظر داوران چی هست. کارت قرمز رو از جیبش سنگاهن باف حالا ضربه زده میشه. توپش بین مقابل نفت و گاز گتساران بازی میکنه. یه ضربه از راه دور توپ درون دروازه. یه حرکت یه ضربه توپ درون دروازه.